توی فصل جدید هازبین هتل چه اتفاقاتی میفته بر اساس گفته‌های خود نویسنده و سازنده های انیمیشن. اولین اتفاقی که میفته اینه که واکس آدم بدی داستانه، کاراکتر شرورشون و نقش منفی واکسه و اینجا که الستور نقش مقابل واکس هست و بر ضدشه احتمالا نقش مثبتی رو قرار ایفا کنه توی انیمیشن و فصل دوم هازبین هتل. و تئوری که خیلی همون دوست داشتیم اتفاق بیفته، اما خب متاسفانه نویسنده گفته که اتفاق نمیفته. اینکه آدم به شکل جهنمی توی جهنم دوباره متولد بشه و خب نویسنده گفته که نه، ما کلا آدمو حذف کردیم و ببین از بس گفتین آدم حقشه بره جهنم، آدم خیلی بد بود، کلا حذفش کردن. و نکته بعدی کاراکترهای جدیدن که اضافه میشن، مثل خواهر انجلاس، داداش انجلاس، کاراکتر رو که گفتن و یک سری کاراکتر جدید که گفتن قرار اضافه بشن توی فصل دوم. نکته بعدی اینه که خب توی قسمت 8 هازبین هتل دیدیم که به لیلیس گفتن باید بری پایین و بچت رو جمع کنی، چارلی رو جمع کنی، اتفاقات جهنم رو درست کنی و به احتمال خیلی زیاد، حالا نویسنده که نگفته ولی به احتمال زیاد تو فصل دوم لیلیس قراره بره پایین و اوضاع رو درست کنه. و اون چیزی که سازنده گفته اینه که بیشتر فصل دوم توی بهشت اتفاق میفته و اصلا با جهنم کاری نداریم تو فصل دوم. یعنی کلا بیشتر اکثر اون سکانس توی بهشته که اتفاق میفته و اتفاقات که قراره ببینیم. و یک چیز دیگه اینکه سرپنتس به احتمال خیلی زیاد نقش کلیدی رو ایفا میکنه و اینکه آدم که مرده و همه کاره و فرمانده فرشته میشه لوت توی فصل دوم. و نکته آخر اینکه آیا رازای الستور سرپوش برداشته میشه، برداری میشه ازش یا نه. یعنی چیزی که همه ما فکر میکردیم بود که رازای الستور بالاخره توی فصل دوم برملا میشه، اما متاسفانه نویسنده هیچ حرفی در این رابطه نزده، اما به احتمال زیاد واسه این حرف نزده که داستان بیمزه نشه و به احتمال زیاد بازم رازاش برملا میشه به احتمال زیاد دیگه. اگه اونجا نشه خب فصل سوم فکر نکنم کلا باشه، ولی تو فصل دوم به احتمال زیاد رازی الستور هم برملا میشه. و خبر خوب، بالاخره آیدی بیل سایفر رو پیدا کردم که البته باید به انگلیسی سوالاتتون رو ازش بپرسین و هر سوالی داشته باشین جواب میده. پس ساب کن و زنگوله رو بزن، چون توی ویدیوی بعدی حتما آیدیشو براتون میذارم و میتونین سوالاتتون رو ازش بپرسین. و همچنین من میتونم ویدیوی بعدی رو جوری آپلود کنم که فقط اونایی که زنگوله رو زدن و سابسکرایب کردن ببینن. پس ساب کن و زنگوله رو بزن تا بتونی ببینیش.